5 حیوان منقرض شده که دانشمندا میخوان به زندگی برشون گردونن. آخریشون قدر باور نکردنیه که انگار مستقیم از فیلم پارک جوراسیک در اومده. شماره 1 ماموت پشمالو. دانشمندا برنامه دارن با استفاده از دی ان ای یخزده این موجود و ترکیبش با ژن فیلای امروزی اونو دوباره به حیات برگردونن و تو قطب شمال رها کنن. شماره 2 ببر دندان خنجری. این ببر با دندونای نیش کشنده 18 سانتی برای شکار طعمه‌های بزرگ عالی بوده. شماره 3 پرنده دودو. این پرنده بلافاصله بعد از رسیدن انسان‌ها به جزایر دور افتاده تو قرن 17 منقرض شد. شماره 4 ببر تاسمانی. این حیوان تو سال 1936 منقرض شد، اما هنوز نمونه‌های دی ان ای حفظ شده‌ای ازش برای تحقیقات علمی وجود داره. و اما آخرین و ترسناکترین مورد رو الان میگم. فقط قبلش این گربه بیچاره تو این کیسه گیر کرده و نیاز به یه دل مهربون برای کمک داره. اگه از این گربه حمایت می‌کنی دوبار بزن رو صفحه و یه قلب قرمز بذار تو کامنت‌ها. شماره 5 مگالودون. این کوسه غول‌پیکر بیش از 18 متر طول داشته و قوی ترین نیروی گاز گرفتن رو تو کل اقیانوسا داشته که تا حالا ثبت شده. و اگه میخوای عجیب ترین موجوداتی رو ببینی که تو عمق 12000 متری اقیانوس پیدا شدن، لینک پایینو بزن.